هیچ دانشی بی قدرت نیست، هیچ قدرتی هم بدون دانش نیست. جمله معروفی که میشل فوکو فیلسوف قرن 20 میگفت. نگاه جالبی که میادش و به این سمت میره که ما حتی تو بحث سواد و دانش هم وابسته به قدرته و سواد و دانش و نوعی قدرت میدونه و این خیلی نگاه عجیب غریبیه. واقعا نگاه عجیب غریبیه که شاید ماها تا به حال باش روبرو نشده باشیم که اصلا این نظریه چیه و این نظریه داره چی کار میکنه. میخوام تا پایان ویدیو در مورد این نظریه میشل فوکو صحبت کنم، بخشی که برای شما عزیزان آماده کردیم و بخونم براتون. و اینجا اومدیم سراغ بحث دانش و قدرت، نظریه مهم میشل فوکو. توی دوتا ویدیو قبل هم سراغ فوکو رفته بودیم، نظریات دیگرش بود. به نظر من فوکو هم جز اون فلاسفه‌ایه که خیلی خیلی مهمه و خالی از لطف نیست که اونها رو هم ببینید. کوتاهن، شاید هم خیلی اذیتتون نکنند. من طوفانمو با قسمت جدید از سری ویدیوهای خوانش فلسفی توی این کانال جدیدمون در خدمتتونم. این کانال ما تا این 2-3 هفته‌ای که ساختیم هر شب برای شما عزیزان ویدیو داریم. هر شب میریم سراغ یک فیلسوف و نظریاتش رو برای شما هم عزیزان آماده میکنیم. اینجا به شکل خلاصه گردآوری میکنیم و من برای شما عزیزان میخونمش تا جایی هم که در حد توانم باشه حتما براتون تفسیرش میکنم، توضیح هم میدم. امیدوارم که از این کانال جدیدمونم خوشتون بیاد. اگر علاقمند بودید به کانال‌های دیگر ما میتونید اطلاعاتشو داخل همین کانال ببینید. کانال‌های دیگه‌مون هستش، 5 تا کانال دیگه هستش که اون 5 تا هر کدوم داره یک موضوعی رو با محوریت یک موضوعی پیش میره و شاید براتون خالی از لطف نباشه که همراه خانواده طوفان باشید. بریم سراغ نظریه خیلی عجیب غریب دانش و قدرت از میشل فوکو. خب خیلی جالبه که یه رابطه عجیبی بین دانش و قدرت میبینه فوکو چطور فکر میکرد؟ ما تصور میکنیم علم و دانش حقیقتهای ناب و عینی هستن دیگه، ولی فوکو میگه علم و دانش همیشه در بستر یک ساختار قدرت شکل میگیرند. یعنی چی؟ یعنی چیزی که دانش تلقی میشه، چیزی که دانش تصور میشه، نتیجه جنگ قدرت هاست. تعریف دیوانه، مجرم، بیمار، عقب مانده، حتی نابغه هیچ کدوم بی‌طرفانه نیست. نهادهایی مثل مدرسه، بیمارستان، ارتش، دانشگاه، دستگاه قضاوت، همون دستگاه قضا، همه تولید کننده دانش رسمی هستند، اما این دانش همیشه در خدمت قدرت حاکم قرار میگیره. یعنی این قدرت حاکم این همین حکومت است، همین حاکمیت است که حتی کل این دانشه تو مشتشه. توی ویدیوی قبلی توضیح دادیم در مورد اینکه این حاکمیت از نگاه فوکو چقدر شکلش عوض شده در دنیای امروز. خب قبل از قرن 18 دیوانه ها صرفاً آدم های عجیب یا عرفانی تلقی می شدن، اما فوکو در کتاب تاریخ دیوانگی نشون میده که جامعه مدرن دیوانگی رو تعریف کرد تا غیر نرمال ها رو ایزوله کنه. ببین اصلا وقتی من واقعا با این نگاه شروع کردم این ویدیوهای فوکو رو که حقیقتا من نظر من نظریاتش خیلی عجیبه و میتونه خیلی خیلی جالب باشه، به خاطر همین موضوع بودش که میاد همینجا که همین قسمتی برای شما عزیزان خوندم میاد میگه آقا این دیوونه شاید چرا دیوونه نباشه، صرفا قدرت داره اینو دیوونه نشون میده. چرا؟ چون اونی که شبیه جامعه نیست و میخواد این شکلی ایزولش کنه، میگه اینا دیوونن. و نگاهی که خیلی وقتا شاید ماها بهش فکر کردیم که اصلا آیا مثلا من دیوونم یا این شخصی که مثلا در تیمارستان اصلا بستریه شاید اون سالمه، اصلا شاید اون داره حرفای درست و اون میگه، شاید اون به یک بینشی رسیده که منی که مثلا حالا به ظاهر سالم باشم ندارمش و شاید من دیوانم. صرفاً چون شبیه یک جامعه نیست، صرفاً چون ناهنجاره، ما بهش بگیم دیوانه است. خب کجا بودم؟ پس تعریف
بیمار روانی هم یه ساختار قدرت باز پشتشه. حالا بحث علم جرم شناسی و مجازات. دانشی مثل جرم شناسی که قرار کمک کنه عدالت اجرا بشه، در واقع کمک میکنه دولت‌ها دقیق‌تر، مؤثرتر و طولانی مدت‌تر بدن و ذهن مجرمان رو کنترل کنند. و موضوع بعدی بحث بدن و علم پزشکی. دانش پزشکی مدرن باعث شده بدن انسان مثل یک ماشین دیده بشه، ابژه‌ای برای بررسی، اندازه‌گیری، کنترل و مداخله. اما این علم هم در خدمت قدرت قرار گرفته. ارتش‌ها، دولت‌ها، شرکت‌های دارویی، بیمارستان‌های دولتی، همش تحت کنترل کیه؟ تحت اختیار کیه؟ قدرت دیگه، تحت اختیار اون حاکمیت است. حالا دانش یعنی حقیقت یا کنترل؟ فوکو میگه دانش همون جایی تولید میشه که قدرت وجود داره و قدرت دوست داره حقیقت رو خودش بسازه. اون چه که ما به عنوان واقعیت و حقیقت علمی میشناسیم در واقع محصول نظامی از روابط قدرت هست که انتخاب کرده چه چیزی قابل گفتنه و چه چیزی نه. قدرت داره تصمیم میگیره با یک ابزار بزرگی مثل دانش، داره تصمیم میگیره که چه چیزهایی بهش بها داده بشه، چه چیزهایی بیان بشه، چه چیزهایی روش مانور داده بشه، چه چیزهایی نه، اصلا با اونا ما کاری نداشته باشیم. حالا جالبه چرا این نظریات جنجالی و مهمه؟ میگه چون مرز بین واقعیت و ساختار رو میشکنه، چون نشون میده ما حتی در فکر کردن هم آزاد نیستیم، چون کسی که تعریف میکنه، حقیقت میسازه و کارهای این چنینی داره میکنه، قدرت داره. یعنی ما حتی چیزهایی رو شاید باور کردیم از نگاه فوکو که قدرت خواسته که ما اینها رو باور کنیم، چیزهایی باور داریم که قدرت خواسته که باور داشته باشیم، چیزهایی رو در سر ما کردند که قدرت خواسته. خیلی خیلی فوکو فیلسوف عجیبی بوده، خیلی عجیب بوده. حالا بحث این که کاربردهای حالا این نظریه توی الان زندگیمون، تو رسانه ها کی حقیقت رو میسازه؟ خبرنگار یا قدرت حاکم؟ در پزشکی و داروسازی چه کسی تعیین میکنه چه بیماری وجود داره، چه درمانی مجاز و علمی هست؟ تو آموزش چه چیزی باید یاد بگیری؟ خیلی عجیبه، چه دانشی معتبر حساب میشه؟ تو سیاست چه چیزی به عنوان واقعیت پذیرفته میشه؟ چه چیزی تئوری توطئه تلقی میشه؟ خیلی جالبه. دیدی دیگه ما میگیم که آقا مثلا یه تاریخی دارن میگن که یه سری گروهایی هستن که از یه تاریخ شروع شده دارن میگن آقا زمین کروی نیست، زمین به این شکل نیست، زمین تخته. من کاری اصلا با این ایده ندارم. موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما میگیم چی میگیم این تئوری توطئه هاست. حالا چرا؟ چون اونا دارن به این فکر میکنن که اگر زمین تخت باشد پس تمام چیزهایی که تو سر ما کردند، مثلا ناسا اومده برای ما گفته یا جاهای دیگه اومدن برای ما گفتن، همش دروغه و دارن اون چیزهایی که میخوان رو تو سر ما صرفا میکنن. یعنی همون میرسیم به نظریه فوکو، ولی خود به خود یه کاری کرده قدرتی که حالا اون حاکمیتی که در جهان هست روی مردم، بعد حالا جز در کشورها هستش، یه کاری کرده که ماها اگر خارج از یک چارچوبی فکر کنیم خود به خود میخندن بهمون. یعنی همین الان من به تو گفتم که یه گروهی هست زمین تختگراها اینجوری، شاید الان بخندی به من بگی مثلا احتمالاً طوفانم دیوونه است چی داره میگه، اینم احتمالاً هم چیزی با ناکن اصلا ذهنه میره به این سمت که نه اصلا یارو نمیدونه چیزی، چرا اشکالی داره یه نظریه میده، داره یک تئوری میده، غلطه، اوکی غلط باشه، چه اشکالی داره؟ همین که داره فکر میکنه اون آدم، این خیلی ارزشمنده، تردید کرده به جهانی که داره داخلش زندگی میکنه و این تردید جاییه که به نظر من دانش شکل میگیره، علم شکل میگیره. پس اینجاست که ما میتونیم بگیم که خود به خود یه کاری کردن برای ما خنده‌دار شده. یه سری چیزا چرا خنده‌دار شده؟ چون حاکمیت خواسته. وقتی ما میایم حرف از یه چیزی میزنیم، مثلا میایم حرف از این میزنیم که چه چیزای دیگه‌ای که ما به عنوان از تئوری توطئه میشناسیم، مثلا میگیم که آقا ایلومیناتیه، مثلا ایلومیناتی اومده این کارو کرده، فلان کارو کرده، جهان دستشه، مثلا حالا یه سری چیز ایده اینجوری،
نمیخوام بگم مسخره است، نمیخوام بگم درسته، نمیخوام بگم چیزه، اصلا من چه میدونم هست یا نیست. موضوعی که هست این که خود به خود ممکنه یه سری بخندن، بگم خب اینا دیوونن دارن همچین حرفی میزنن. چرا؟ شاید چون خارج از اون چارچوب فکریه که ما باید داشته باشیم، میره به سمت این که میشه اون تئوری توته. اصلا ما این اصطلاحو گذاشتیم روی هر چیزی که خارج از باورهای ذهنی ما هست، بهش میگیم تئوری توته هست. اینا تئوری توته هان. و همین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. فراموش نکنید که ما هر شب اینجا توی این کانال جدیدمون برای شما عزیزان یک ویدیو جدید از ویدیوهای خوانش فلسفی رو خواهیم داشت.